دادگاه حربی حوزه جنوب روسیه در شهر رستوف لب دون روز 24 آگوست سال 2022 شهروند تاجیکستان دولتزاده فریدون علی مردان را که 5 سال قبل با جرم قاچاق مواد مخدر به 12 سال زندان محکوم شده در یک محبس ولایت رستوف ادای حکم کرد، این بار با جرم تروریسم باز به 12 سال زندان محکوم کرد. 3 سال اول حکمش را فریدون دولتزاده باید در زندان پوشیده ادا کند. دادگاه او را بر اساس قسم 1 ماده 205 و قسم 2 ماده 205 کودکس جنایتی روسیه در سفید کردن و تبلیغ تروریسم و دعوت محبوسان دیگر به انجام حمله‌های تروریستی گناهکار شناخت. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه در تلگرام کانالش در شرح حکم فریدون دولتزاده نوشت معین کرده شد که روزهای 7 و 30 سپتامبر و 13 اکتبر سال 2020 عیبدار شونده هنگام ادای حکم در یک مؤسسه اصلاحی در حدود ولایت رستوف در جریان صحبت با محبوسان عملهای خشونت آمیز و ضرورت اشتراک در مبارزه مسلحانه به ضد نمایندگان دینهای دیگر و کارمندان مقامات حفظ حقوق را سفید کرده است. دادگاه حربی روسیه افزوده است که دولتزاده همچنین دیگران را به انجام ترکشات در شعبه‌های پلیس در قلمرو جمهوری تاجیکستان متقاعد و دعوت میکرد. دادگاه تفصیلات دیگر نداده است. خود محکوم شده برای اظهار نظر در رابطه با این اتهامات و حکم نسبتش صادر شده دسترس نیست. بنا به آمار رسمی خدمات فدرالی زندانهای روسیه تا اول سال 2021 در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر آزادگان تاجیکستان ادای حکم میکردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک در بازداشتگاه‌های روسیه تحت تفتیش قرار داشتند. ده‌ها زاده تاجیکستان در روسیه با جرم‌های مربوط به تروریسم و افراطگرایی زندانی شدند.